ما گفتم که رو از نومان چونه نویس اوشن گدو رو در زندگی نبینید اوشن گدو رو در زندگی نشنوید اوشن گدو رو در کینو بینید در صحنه بینید در کتابهایش ورق زنید در زندگی من اونقدر خوب نیستم من خودم با معقول نیستم لیکن از عزت و احترام شما از مهربانی برادر من که مرا این خیلی استقبال کردیتون یک پنج شش جمله میگویم ارتق قادیروف منو بعضا سرکب میگوید ارتق قادیروف خطا میکرد اول ما گپ سر نکردم حالا برادران عزیز برای اون که در اصل ما اخبار چنان بسیار است که آدم گپ بسیار نمیپورد از آدمان با عقل یک دو سه کلمه میگویم جان ما را خلاص جان شما خلاص هر کی ما را یاد کند خدا وی را یاد کند دوم در مدت همین سال فکر کردم همین روز در روز همین آب دیده رو ما همین لحظه برآورد چی گویم که شما ما رو درک کرده توانید سه کلمه گویم جان شما خلاص جان ما خلاص ما رو در کتاب‌های ورق زنید در صحنه بینید خدا ما نبینید خلاصه عمر من آدم بودن بسیار دشوار روید فکر کنید دوم آدم رو دوست داشتن از حد زیاد داشتید سیوم هر کی مادر داری هر روز تاریخ سجده خود مادرت باید زیارت کن پدرها خفه نشد بخیلی نکنید پدرها زیارت کنید برای که شوا گاوره ترا اوچه جمعود است اوشش خودت بفهم اگر مبادا قبلگاه نباشد قبرش برا هر هفته خاک قبر مادر درگی در چشمات بمال بگو مادر بزرگوار من در زندگی ترا خدمت کردن نتوانستم گناههای ما را ببخش اگر پدرتون نیست پدرتون را خاکش را بگی در چشمات بمال بگو که ما را ببخش پدر جان بزرگوار چکره که اوشن گدو 8 بار در این کینو بخشش پرسید چرا این طور شد خدمت خلق کینو تئاتر شب و روز به خلق تاجیک برای آبروی تاجیک اوشن گدو جانش را قربان کرد نتوانستیم با پدر و مادرام خدمت کرده برای همین به خلق به ملت تاجیک برای آبروی تاجیک نام تاجیک را در جهان مشهور کردن اوشن گدو خودش را قربان کرد چطوری که شما حاضر دیدید من اینقدر زیاد گپ زدنی نبودم احترام شما مهربانی شما این غمخوری شما این برادر من که من یک صغیره کلوبی گازete سر خونده باشم صغیره کلوبی ارتیست خلقی سر شد سرم جمله ما معقول شد یک صغیره پولیش کلوبی ارتیست خلقی سر در همین جا نشستگان یگم تاتون خفه نشوید نرنجید ارتیست خلقی سر گرفتن در دوره سویتی کسی مرا بفهمه آسان نبود بعد در تاجیکی یک گپاری گوشتنده اگر یگم تا گوشتنگیر باشه بفهمه غلطون حلال غلطون میگه حلال غلطون من این عنوانهای جهانی رو با کفی دست با اولی دست با عرق جبین با مهنت حلال برای خلق تاجیک این عنوان رو آوردم آبر تاجیک در جهان چقدر توانستم اگر
احترام شما از همین مهربانی شما از زمین توسما و میندار تا نفس آخرین اگر در بدنم یگام ذره امکانیت باشد برای خلق تاجیک برای نام تاجیک را در جهان برشا کردن باز جانم را فدا میکنم. پدر و مادرتون به رحمت. زنده باد هاشم گدا.